0 تا 100 ایران و جام جهانی 2026. از دورگه‌هایی که دارن به ایران میان تا بازیکنایی که به خاطر سپاه نمیتونن وارد جام جهانی بشن، تا آنالیز و حاشیه‌های دقیق تیم‌ها، از همجنسگراها بگیر تا حواشی ستاره‌های بلژیک و البته پیشبینی AI از تیم امیر قلعه‌نویی. این اپیزودو اصلاً از دست ندید چون بعد یه ماه دست پر برگشتیم. سلام به گلشکان که نه به گل نشد. خیلی خوش اومدین و قراره با همدیگه یه اپیزود ناب و بعد مدت‌ها داشته باشیم. خودتون میدونی چه اتفاقی سرمون اومد و چه داستانایی داشتیم و چه بلاها واقعا اومد سمتمون. پس دربارش خیلی حرف نمیزنم، ولی ازتون از همین اول کار میخوام که حمایت کنید. اگه تا الان ساب نکردی ساب بکنی، خیلی به ما کمک میکنی. لایک، کامنت، حتی معرفی به دوستا. دمت گرم. خلاصه که اومدی و اینجا و ما رو داری میبینی. خیلی حرف نمیزنم، بریم که خیلی داستان داریم. یه ماه نبودیم، خیلی از اتفاقا هم از دستمون رفت، ولی برگشتیم. الان تو این اپیزود کل حاشیه‌های ایران و جام جهانی 2026 رو با همدیگه می‌خوایم مرور بکنیم و چه داستانایی که قراره برای تیم ملی اتفاق بیفته. همراهمون باشین که کار داریم. شماره 5 داستانه تیم ملی، بازیکن‌های جدید ایران. با بازیکن جدید تیم ملی شروع می‌کنیم. دنیس اکرت، مهاجم جدید تیم ملی ایران. بازیکن سابق بورسیا مونشنگلادباخ، سلتا ویگو و شماره 10 فعلی استاندار لیژ بلژیک با سابقه برادرزادگی آنایتا درگاهی در راه تیم ملی ایران. از اونجایی که میدونیم اصلا براتون مهم نیست که دنیس اکرت 28 سالشه و 235 تا بازی کرده و 53 تا گل زده و میانگین تو هر 5 تا بازی 1 گل زده، میریم اون ساید زندگیشو ببینیم. دنیس اکرت مهاجم سرگه آلمانی، اسپانیایی، ایرانی که قراره به زودی به ترکیب تیم ملی اضافه بشه و احتمالاً فیکس هم هست. چرا؟ چون خیلی از بازیکنان قرار نیست بازی کنن که حالا بعداً دربارش صحبت می‌کنیم. شاید براتون سوال باشه که چه جوری میشه سرگه هم ایرانی هم آلمانی هم اسپانیایی، که این سوال از ما نباید بپرسید، ما هم نمیدونیم اصلا. نکته مثبت بازی دنیس اکرت اینه که عمش آنایتا درگاهی و اولین مهاجم تاریخ ایران محسوب میشه که قرار نیست فوش عمه بخوره. فارغ از موقعیت‌ها، فارغ از نتایج، فارغ از گل‌ها، قطعاً سکوی قلعه حسن‌خان پشتشه. چند روز پیش هم شایعه شده بود که آنایتا درگاهی به دنیس اکرت گفته که نیا تیم ملی، اینجا داستانه و نیایی بهتره، که دنیس اکرت استوری گذاشت که اینا دروغه و عمه من خیلی هم خوبه. یعنی خیلی رندوم تو استوریش به تمام عمه‌های فوتبالیستا یه حس ناکافی بودن که میرسه به بقیه بازیکن‌ها قطعاً. بعد اصلا چون عمت خوبه این شایعه مطرح شده بود. یعنی اگه عمت الهام چرخنده بود الان این شایعه اصلا مطرح نبود، ولی چون عمه خیلی خوبی داری، فوتبال خوب میشناسه، گفته نیای بهتره. بالاخره عروس علی پروین بوده دیگه، میدونه چه خبره اینجا. یعنی هر کی ندونه عروس سابق علی پروین میدونه که رخیان تیم ملی چه اتفاقی میفته. قلعه‌نویی که علی پروینا رو دیده، قلعه‌نویی رو شنیده. به نظر ما هم برای روحیه دنیس اکرت با توجه به چیزایی که دیدیم خیلی رخکن جواب میده. یعنی تو رخکن قلعه‌نویی و هومن افاضلی ببینه یه جوری میشه. یه نکته فنی دیگه از بازی دنیس اکرت بخوام بگم که برای دختر خیلی مناسب نیست، که متأهله، با یه مدل معروف ازدواج کرده و احتمالاً از زندگیش راضیه تا قبل از اینکه بخواد به تیم ملی بیاد. بعد اون مشخص نیست. یعنی تو فکر کن تو رخکن کنانی زادگان دنیس اکرت، سلامت روان زن دنیس اکرت همونجا آسیب می‌بینه این دوتا رو با هم دیگه ببینه. ولی تیم ملی بهش نیاز داره. چرا؟ چون خیلی از بازیکن تیم ملی قرار نیست به آمریکا برن. بریم قسمت بعدی. شماره 4 حاشیه تیم ملی، بازیکنایی که به جام جهانی نمیرن، یعنی نمیتونن برن. قسمت دارک تیم ملی اینجاست که بعضی از بازیکن تیم ملی نمیتونن به جام جهانی برن. حالا شما مثلا خودتون شنیدید قطعا خبرشو، ولی اینجوری نیست که نه بابا اوکیه حالا راضی میشه اینفانتینو میره صحبت کنه. نه، از این خبرا نیست. شما 1% فکر کن ترامپ قوانینی که خودش تعیین کرده رو به خاطر شجاع خلیلزاده عوض کنه. اصلا نمیشه. و شجاع خلیلزاده‌ای که معتقد بود 3 دوره جام جهانی کیروش حقشو خورد و اگه نمیخورد الان تو بهترین تیم‌های اروپا بازی می‌کرد، که کیروش نگهش درصد فوتبال ایران نابود کرد، الان حقشو ترامپ می‌خوره و تو 38 سالگی هم بهترین تیم‌های اروپایی نمیتونن دفاعی جذابش رو نگاه کنن. شجاع جان واقعا معذرت می‌خوام. یه بازیکن دیگه هم نمیره که اونم حس می‌کرد حقشو قلعه‌نویی خورده. دانیال اسماعیلی فر که 4 سال میگفت بابا این قلعه‌نویی چرا منو بازی نمیده، من هر جا رفتم قهرمان شدم. به خاطرش مهدی ترابی از تیم ملی خداحافظی کرد و حالا دانیال اسماعیلی فر دعوت شد، اما اونم
به خاطر اینکه سربازیش توی تیم سپاهی یعنی تراکتور بوده نمیتونه به جام جهانی بره و متاسفانه ترامپ حق اونم. اما دارک ترین قسمت اینه که مهدی طارمی هم نمیتونه به جام جهانی بره. حالا الان شایعه شده چون مثلا یه زمان اینتر بوده و قرار بود جام باشگاه جهان بره امریکا میتونه بره که نه، از این خبرها نیست. اون تایمی که جام باشگاه جهان برگزار شد قوانین جدید آمریکا نبود و الان با توجه به این قوانین احتمال خیلی زیاد مهدی طارمی رو تو الی نمیبینیم. شاید یه حکمتی بوده ها مهدی، چجوری بگی؟ حالا از لحاظ مهره مثلا جای شجاع میتونه یکی بیاد، ولی برای طارمی اصلا فکر نکنم قلعه‌نویی بتونه کاری بکنه. ولی برنده این داستان احمد نوراللهی بود. نوراللهی که یه تری زد به امیر قلعه‌نویی، از تیم ملی خدافظی کرد، از قلعه‌نویی هم عذرخواهی نکرد، هر چی گفتن داشت یه عذرخواهی بکن نکرد و الان اگه میکرد و تیم ملی بود اونم نمیتونست به جام جهانی بره و برنده واقعی احمد نوراللهی. یه کد بدم، هر کی تو تراکتور بوده الان نمیتونه به جام جهانی امریکا بره. مثلا امید عالیشا که سربازیش تراکتور بود، یا نمیدونم مثلا سروش رفیعی الان نمیتونه بره. البته اینو دعوت که نمیشن فکر نکن. قسمت دارکتر ماجرا اینه که کمک مربی قلعه‌نویی هم نمیتونه به جام جهانی بره. مستر پی دی اف سعید الهویی هم از جام جهانی خدا نگهدار و قلعه‌نویی بدون پی دی اف و پاورپوینت قراره تیمو کوچ بکنه تو آمریکا. یه قسمت خیلی 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 دارکتر هم داره، اینه که هومن افاضلی میتونه بره جام جهانی. یعنی ما هومن افاضلی قراره تو الی ببینیم. من دارم میسوزم از همین الان. حالا شاید بگی تو نه، برای اینکه چنلت پریده داری میسوزی، که قطعا برای اونم میسوزم، ولی برای اینکه هومن افاضلی هم داره میره جام جهانی میسوزم. من به عنوان کسی که 100 معتقدم کریرم از هومن افاضلی میتونه خیلی بهتر باشه، باید از خیلی جدی ام، یعنی نه که دارم شوخی میکنم. من 100 مطمئنم تیمای کمتری می‌دونستم بندازن دست یک نسبت به هومن افاضلی. هومن افاضلی تو یه فصل 2 تا تیم انداخته دست یک. سال 96 97 نفت تهران و سوار انداخته دست یک. من این قولو میدم فقط نفت اون سال میتونستم بندازم دست یک. ولی هومن جانو قراره تو الی ببینیم. دوار که برا من یه لایک و یه کامنتت بشه ما رو نجات بده. ولی بریم بقیه رو ببینیم. بریم سراغ قرعه ایران بازی که قرار اتفاق بیفته و رد کارپتی که با حضور امیرخان قلعه‌نویی اصلا یه جذبه جذاب داشت. چند تا عکس ببینیم و بیایم. ایران با بلژیک و مصر و نیوزلند همگروه شد و میدونید قلعه‌نویی از این سه تا 2 تاشو درست گفت و عملاً متوجه شدیم اشتباهی که کیروش کرد و دیگه قلعه‌نویی نکرد. و سلام به تمام دعانویسای حلال خور ایرانی. و میدونید من از چی میسوزم؟ از چنل اون پریده میسوزم که ساب و اینا بکن حتما. ولی واقعا میدونید من از چی میسوزم؟ اینکه ما در قلعه‌نویی مسابقه کردن که داداش چجوری تونستی اینو حدس بزنی؟ گفتش که اگه نگاه فنیتون خوب بود میتونید حدس بزنید. آخه چه حدسی داره؟ اینا قابلمه رو گذاشتن، تخم مرغ برداشتن، گفتن تو بلژیک، آقا چه حدسی میخواد قلعه‌نویی؟ بعد تو همون مصاحبهش اومده گفته که من دوست دارم تو گروه قطر بخوریم. رندوم ترین هوادار فوتبال میدونه تو تا آسیایی به هم نمیخورن. یه بار تو خوره کشی میدین میفهم. شماره 3 حاشیه ایران، شهرهایی که قراره تیم ملی ایران اونجا بازی بکنه. 2 تا بازی ایران تو الیه و یه بازی تو سیاتل. و نکته مثبت اینه اونجاها کلا ایرانی‌ها خیلی زیادن. کلا چند دوره است که تنها نکته مثبت تیم ملی اینه که اونجا ایرانی‌ها خیلی زیادن. 2006 ایران رفت آلمان، تنها نکته مثبت تیم برانکو این بود که اونجا ایرانی‌ها خیلی زیاد بودن. تاشه میشه اتفاق نیفتاد. 2014 اما 2 تا نکته مثبت تیم ملی داشت. یکی این که هاشم بگزاده مصدوم شد، نتونست مسی رو بگیره. دومیش این بود که اونجا باز ایرانی‌ها خیلی زیاد بودن، میتونن از تیم حمایت بکنن. یه ایل سینمایی هم که رفتن اونجا با شلوارک اشغال. 2018 روسیه بود، باز تنها نکته مثبت تیم ملی بود که اونجا ایرانی‌ها خیلی زیادن و میتونن از تیم حمایت کنن. 2022 هم که تو قطر بود، اونجا باز ایرانی‌ها خیلی زیاد بودن، ولی خب ایرانی‌ها خیلی بدفاز بودن و ایران مجبور شد که یه عالمه آدم خوشفاز بفرسته که از تیم ملی حمایت بکنن. Oh, he says you lie. I don't know. Who's he? I don't know. Lie? No. شماره 2 حاشیه ایران، بازی‌های ایران تو جام جهانی. بازی اولمون با نیوزلند 26 خرداد ساعت 4:30 صبح.
ما که بیدار نیستیم، حالا ببینیم تاش میشه تو اون بازی. ولی تو ادامه درباره اسکواد نیوزلند میگم، قشنگ دیدتون کاملا عوض میشه که فکر نکنید تیم خیلی آسونه. نه، از این خبرا نیست. بازی دوم ساعت 10:30 شب ایران بلژیک، اون بازی که قطعا میبینیم چون خیلی از بازیکنان قرار آخرین جام جهانیشون باشه، مثل کورتا، مثل دیبروینه، مثل لوکاکو و بقیه. و بازی دارک ایران مصر ساعت 6:30 یه ذره همچین حواشی داره. قبل از قرعه کشی کمیته محلی سیاتل 2 تا از بازی که قرار اونجا برگزار بشه رو نامگذاری کرد. یکیش حمایت از همجنسگراها، یکیش حمایت از رهایی برده‌های آفریقایی. حالا هر کدوم از این شعارا میخورد به ایران که ایران بدفازی خودش رو نشون میدن. حتی اون برده هم میگه واو چرا برده، اینجوری داستان از چه قراره. ولی دیگه خورد به بازی 2 تا مسلمون و حمایت از بچهای خوب پراید. اون بازی خورده به یکی از سالگردهای نمیدونم جشن این همجنسگراها. نشریه‌های خارجی هم خیلی دارن احتمال میدن که قراره واقعا فیفا چیکار بکنه. این 3 تا حالت داره. یکی این که لغو شه، طبق چیزی که نشریه‌های خارجی گفتن کاملا لغو شه، که این خیلی غیر ممکنه چون خورده به جشن یکی از جشن‌های همین همجنسگراها و اگه لغو بشه همجنسگراهای شورشی شورش بپا میکنه. حالا من نمیدونم چه همجنسگرای شورشی میشه، به همجنسگرا شورشی نمیرسه، ولی این اتفاق میفته و احتمالش 0 تقریبا. اگه لغوم نکنن قطعا ایران و مصر حمایتی نمیکنه، این باز شعار مسخره میشه و اینم عجیبه. یعنی شاید یه فوش باشه به این گیای عزیز و باز دوباره گیای شورشی شاید شورش بپا کنه. و الان هم شایعه شده که بازی بلژیک و نیوزلند و ایران مصر جابجا بشه که این باز میشه همون پاک کردن صورت مسئله و باز بی احترامی به گیای عزیز و اینم فکر نکن. و احتمالاً هممون اون لحظه موعود رو میبینیم، جایی که امیر قلعه‌نویی داره رقاصی و بزن بکوبه یه مش رنگین کمونی رو میبینم و من واقعا دوست دارم اون لحظه قیافش رو ببینم. اینم بگم البته امیرخان اون موقع که اردشیر بود نامحسوس و محسوس حمایت میکرد از دوستان رنگین کمونی و مربی ما برای 2 دهه بعد از الان به اسم بگم میتونم بگم هومن افاضلی گی بود؟ ها؟ قیافش معلومه، یعنی فقط نمیتونیم ثابت بکنیم، داستان نمیشه. بریم سراغ AI و البته آنالیز رقبا و بازیکنایی که قراره جلومون بازی بکنن. ترکیب نیوزلند رو ببینید تازه متوجه میشی چرا اینقدر نیوزلندیا خوشحال بودن که خوردن به ایران. نوک حمله نیوزلند کریس ووده که فصل پیش تو پریمیر لیگ 20 تا گل زده. فاکینگ 20 گل تو پریمیر لیگ. تو همین الان یه مهاجم ایرانی تو هر لیگی پیدا کن که 20 تا گل زده باشه. ما نداریم. یعنی جمع گلزنای ایرانی تو لیگ ایران هم به 20 تا نمیرسه به خدا. و فقط همون نیست، بازیکن از لیگ هلند دارن، بازیکن از لیگ بلژیک دارن، بازیکن از سری آ دارن، بازیکن از همه لیگ‌های معتبر دارن و قرار جلوی ستونای تیم ملی بازی بکنن. فکر نکنم خیلی باید اینجوری خوشحال باشیم. یعنی به عنوان کسی که کاپیتان تیم ملی 3 ماه دنبال تیم بود، آخر رفت یه تیمی که نمیدونیم کجاست، به نظرم واقعا اعتماد به نفس به ما تو این بازی نمیرسه. بریم سراغ مصر، جایی که اکثر بازیکناش از بهترین تیم آفریقان، الاهلی مصر، ولی 2 تا بازیکن داره که یکم داستان میشه برای دفاع ما. از همین الان دارم دوئل صلاح و میلاد محمدی رو تصور میکنم و عصبی میشم. و البته عمر مرموشی که نمیدونیم اگه تو روز خوبش باشه یکم داستان میشه. هرچند همین الان که داریم ویدیو رو میگیریم کلا تیم مصر تو بحرانه، نتایج خیلی خوبی نمیگیره و چند روز دیگه هم جام ملت‌های آفریقاست. اگه اونجا باید نتیجه بگیرن کلا کادر فنیشون عوض میشه، یعنی احتمال داره یا بدتر بشن یا بهتر بشن، ولی الان وضعشون خیلی خوب نیست. و بریم سراغ بلژیک، جایی که جام جهانی آخر خیلی هست. گلر کورتا، البته به نظرم کورتا اینا دفاع رو نگیم چون نمیرسیم به اونجا، بیا از هافبک شروع بکنیم. از الکسیس میلان بگیر تا اونانا و تیلمانسی که تو استون ویلا بازی میکنن و ستاره تیماشونن، تا تروساردی که داره تمام گلای 3 امتیازی آرسنال رو میزنه، جرمی دوکویی که دهن رئال رو سرویس کرد، تو روز متوسطش هم باشه دهن ایران سرویسه، و لوکاکوی که احتمالاً جام جهانی آخرشه. و میرسیم سراغ لستنس، کوین دیبروینه و آرش رضاوند. AI اما در یه حالت خیلی گندگوزانه به ایران حال داده. نمیدونیم واقعا چرا حال داده، یا قلعه‌نویی رو درست نشناخته یا دیگه خیلی میدونه که قلعه‌نویی داره با 2.5 تیمو میبره جلو. AI میگه ما نیوزلند رو میبریم، با بلژیک مساوی میکنیم، با مصر هم مساوی میکنیم، با 5 امتیاز تیم دوم از گروهمون میریم بالا. تا اینجا همه چی عادیه، تا اینکه تو مرحله بعدی میخوریم به استرالیایی که تو گروه امریکا دوم شده. استرس گرفتم.
که نکنه از این بازی خدادادعزیزی دیگه در بیاد. سال 1998 بازی برگزار شد. الان 26 ساله که 26 ساله که داریم خدادادعزیزی رو تحمل میکنیم. و فکر کن از این نسل بخواد یکی مثل خدادادعزیزی بیاد، وای من نمیتونم. به خدا اگه یکی گل بزنه، یکی فرار بکنه از قلب دفاع، من فوتبال ایران میذارم کنار. اینجا فقط تحلیل خارجی میکنیم. AI تو ادامه گفته ما استرالیا متاسفانه یا خوشبختانه 2-1 میبریم. ان شاءالله دوتاش هم گل به خودی استرالیایی باشه. 2-1 میبریم و دیگه میخوریم به آرژانتین. دیگه AI گفته داش حالا هر چقدر دو نویزت خوب باشه دیگه آرژانتین نه. و ما جلوی آرژانتین 2-0 میبازیم. یه اپیزود کامل میخوایم از هوش مصنوعی که این بازی رو آنالیز کرده بگیم، چون دقیق گفته که مثلا تو هر بازی چه اتفاقی میفته، چه بازیکنایی هستن و اینا. کارش تمیز و قویه، همون AIه که بقیه حالا سایت‌های خارجی هم دارن ازش استفاده میکنن و دارن ترکیب و اینا رو آنالیز میکنن. ما با همون آنالیز کردیم. یه اپیزود کامل میگیریم، چند روز بعد میبینیدش. اینم از اولین اپیزود رسمی گل نشد که با جام جهانی همراه بود. نمیدونیم چه اتفاقی میفته، ولی الان ازتون میخوایم که ازمون حمایت بکنید. اگه تا الان ساب نکردید خواهش میکنم ساب بکنید. یه کامنت شما میتونه ما رو بیاره بالا، شاید باورتون نشه و نیاز داریم، خیلی نیاز داریم که هیچ تکرار میکنم. و دمتون گرم اگه بتونید بهمون کمک بکنید و تا چند روز دیگه میبینیمتون.